یکی از مهمترین سوالاتی که هر فردی قبل از ورود به دنیای ترید بایستی از خودش بپرسه این سوال هست که آیا ترید با شخصیت من سازگار هست؟ برای پاسخ به این سوال با من حیدریان روانشناس ارشد معامله‌گری همراه باشید. همونطور که میدونیم یکی از مهمترین عواملی که موفقیت یا شکست شما رو در مسیر ترید تعیین میکنه شناخت دقیق شخصیت خودتون هست. ترید یه مهارت قابل یادگیری هست، اما همه افراد برای اون ساخته نشدن. سازگاری شخصیت با یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد برای این حرفه نقش کلیدی در عملکرد شما و میزان موفقیتتون داره. در اینجا سعی میکنیم که ببینیم چه نوع شخصیت‌هایی بهتر میتونن از پس چالش‌های ترید بر بیان و چگونه میتونید بفهمید که این مسیر برای شما مناسب هست یا خیر. در اینجا بعضی از ویژگی‌های شخصیتی تریدرهای موفق رو بررسی می‌کنیم. یکی از این موارد کنترل احساسات است. بازارهای مالی همونطور که میدونین غیر قابل پیش بینی هستند و شما به عنوان یک تریدر بایستی آماده رویارویی با شرایطی باشید که ممکن هست باعث هیجان یا استرس زیادی بشه. آیا شما به عنوان یک تریدر میتونید بدون واکنش هیجانی به ضرر یا سود به برنامه خودتون پایبند باشین؟ آیا میتونید در شرایط استرس‌زا آرام بمونید و یه تصمیم منطقی بگیرید؟ تریدرهای موفق ریسک پذیرن، اما این ریسک ها حساب شده است. آیا شما تحمل از دست دادن بخشی از سرمایه خودتون رو دارید؟ آیا میتونید بدون ترس بیش از حد تصمیمات جسورانه و مبتنی بر داده بگیرید؟ یکی دیگه از ویژگی های تریدرهای موفق صبر و پشتکار هست. بازارها شما بایستی بدونید که همیشه مطابق انتظار شما عمل نمی کنن. صبر و پایبندی به استراتژی در شرایط دشوار بسیار اهمیت داره. آیا شما میتونید صبور باشید و منتظر فرصت مناسب برای معامله بعدی بمونید؟ آیا پس از شکست های موقت باز هم برای یادگیری و پیشرفت تلاش میکنید؟ آیا شما به یادگیری مباحث جدید علاقه دارید؟ همونطور که همتون میدونید بازارها دائما در حال تغییر هستند و یادگیری مداوم ضروری هست. آیا حاضر هستید برای به روز رسانی مهارت‌های خودتون وقت و انرژی صرف بکنید؟ یکی از ویژگی‌های دیگه تریدرهای موفق خودانضباطی و برنامه‌ریزی هست. شما به عنوان یک تریدر نیازمند رعایت اصول و نظم شخصیتون هستید. آیا شما میتونید به یه برنامه معاملاتی مشخص پایبند باشید؟ آیا میتونید عادتهای منفی مثل معامله‌های احساسی رو مدیریت بکنید؟ ازتون درخواست دارم که تمام این سوالاتی رو که اینجا مطرح کردم رو روی برگه بنویسید و جوابشون رو صادقانه به خودتون بدین و ببینین واقعا میتونین شما چنین کارهایی رو انجام بدید. اما بریم قسمت بعدی و اون اینکه ببینیم چه شخصیت‌هایی با ترید سازگاری بالایی دارن. یکی اینکه افرادی که منطقی هستن. اگه شما جز افرادی هستید که به جزئیات علاقه دارید و میتونید روندها رو تجزیه و تحلیل بکنید، ترید میتونه برای شما مناسب باشه. از سوی دیگه دسته افراد آرام و متعادل هستند. این افراد کسایی هستند که کنترل خوبی بر احساساتشون دارن و در مواجهه با شکست آرام میمونن. در ترید این گونه افراد موفق تر هستند. دسته دیگه از افراد جسور اما حساب شده. اینها افرادی هستند که ریسک ها رو میپذیرن اما همواره عواقبش رو بررسی میکنن. این ویژگی کلیدی برای موفقیت در ترید هست. و یک دسته دیگه از افراد اونهایی هستن که صبورن، افرادی که دوست دارن برنامه ریزی بکنن، به استراتژی های خودشون پایبند بشن با هستن و معمولا عملکرد بهتری دارن.
چگونه بفهمیم شخصیت ما با ترید سازگار هست؟ یکی از روش هایی که وجود داره میتونیم از آزمون های شخصیت شناسی مثل MBTI استفاده بکنیم تا بفهمیم که آیا ویژگی های مثل تحلیلی بودن، تحمل استرس بالا و تمایل به یادگیری در ما وجود داره یا نه. و دوم اینکه میتونیم با یه شبیه ساز که همون حساب های دمو هستن شروع بکنیم. حساب های دمو در این معاملات به ما نشون میدن که آیا اصلا از این کار لذت میبریم، چقدر در مدیریت استرس و تصمیم گیری منطقی توانمند هستیم. و دیگه اینکه مشورت با افراد خبره هست، کسایی که تریدر حرفه‌ای هستن، در این زمینه تخصص دارن و تجربیات واقعی اونها رو بشنوید. و ازتون خواهش میکنم که کمتر به این فضایی که در سوشال میدیا وجود داره توجه بکنید که یک شبه خیلی از افراد رو نشون میده که پولدار شدن، در صورتی که واقعیت چیزی غیر از این هست که در اینجا نمایش داده میشه. و دیگه اینکه بررسی تجربیات گذشته هست، اینکه در کارهای قبلی خودتون به تحلیل داده ها، تحمل فشار و کنترل احساسات علاقه یا مهارت داشتید. اگه بله، احتمالاً ترید برای شما جذاب و قابل انجام خواهد بود. اینها فقط یه قسمت هایی هست که شما بتونید بفهمید که آیا ترید برای شما جذاب هست یا نه. گاهی برخی از افراد ترید رو به عنوان یک قمار در نظر میگیرن، بنابراین تست قمارشناسی رو بایستی انجام بدن که خیلی مهمه. ممکنه که در شخصیتشون این حس قمار وجود داشته باشه و بنابراین اصلا تا این مشکلشون رو اما ببینیم ترید برای چه کسایی ممکن هست مناسب نباشه. یکی اینکه افرادی که به راحتی مضطرب یا هیجان زده میشن، افرادی که توانایی پایبند بودن به برنامه ها رو ندارن، افرادی که از ریسک کردن بیش از حد میترسن یا بیش از حد مشتاقن، اونایی که نمیتونن برای یادگیری مداوم وقت بذارن. خب چگونه شخصیت خودمون رو بهبود بدیم تا برای ترید آماده بشیم؟ این سوالی هست که خیلی از افرادی که این مشکلات رو دارن میپرسن. یکی اینکه افزایش آگاهی از خودتون با یه سری تکنیک ها مثل مدیتیشن، تمرین ذهن آگاهی خیلی به شما کمک میکنه تا شمایی که این مشکلات رو دارید بتونید بر خودتون مضطرب بشه. دومین مورد اینه که شما باید بتونین که اضطرابتون رو کم بکنید، که برای این یک سری راه حل های فراوانی وجود داره، از جمله تنفس عمیق یا فعالیت بدنی که مبحثش خیلی طولانی هست، و دیگه اینکه تقویت مهارت های تصمیم گیری هست، ایجاد یه انضباط شخصی و آموزش و تجربه بیشتر، که هر کدوم از اینها رو بخوایم توضیح بدیم خودش یک مبحث حداقل 20-30 ساعته خواهد شد که ما اینجا به صورت تیتروار اونها رو بیان کردیم. پس به این نتیجه گیری رسیدیم که ترید تنها کسب مهارت های فنی نیست، بلکه یه چیزی فرای اینها هست. نیازمند داشتن شخصیت و روحی هست که بتونه استرس، فشار و هیجان‌های دائمی این مسیر رو تحمل بکنه. اگه ویژگی‌هایی مثل تحلیلگر بودن، تحمل استرس بالا، تمایل به یادگیری در شما وجود داشته باشه، احتمالاً شما بتونید با این حرفه سازگار باشید. اما اگه در این ویژگی‌ها ضعف دارید، میتونید با تمرین، آموزش و آگاهی از خودتون اونها رو تقویت بکنید و برای ترید آماده تر بشید.